خب دوستای عزیز، امروز انواع اسم میخوانیم. اول میخوانیم که اسم چی هست، بعد انواعش میخوانیم. شاید شما با انواع مختلف از اسم ها آشنا باشین که در اطراف یا ماحول خود شما میبینین، نام اونا رو بلد باشین. و بعضی اسم هایی هستن که شاید در مورد اونا کنفیوز باشین یا مثلا اونا رو دقیق ندانین. پس بیاین که ناون یا اسم با انواعش بخوانیم. اول ناون یا اسم. ناون یا اسم برای چی استفاده میشه؟ برای نامیدن اشیا، اشخاص، مکان، یا مثلا کوالیتی، یا هم میشه که یک زمانی ناونی ما شما یک ایدیا باشه که به انگلیسی میگیم idea. Okay? Noun is used for naming a person, place, thing, idea or quality. So let's talk about them one by one. First, noun as a person. For example, Ahmad. For place, we can say city. For animal, we can say dog. Idea, like freedom, justice, and the quality, like honesty or kindness. وقتی میگیم احمد، city, dog, freedom, justice, honesty or kindness، اینا انواعی اسم ها هستن که ما امروز یک به یک میخوانیم اینا را که شما بدانید و در جملات تشخیص بدید. خب kinds of noun را میخوانیم. اولینش proper noun. یک proper noun مثلا اسمهای خاص هستن، مثلا مثل نام هر شخص، نام هر کشور که مختص به همون کشور هست، یا مثلا نام شخص که مختص به همون شخص هست و ما دیگران نمیتونیم برش بگیم، اینا میشه به نام proper noun. مثلا مثل احمد میشه proper noun. نام دیگهش مثلا United States. Okay? یک نامی proper noun هست، مربوط مکان میشه. احمد proper noun هست، مربوط شخص میشه. دومی common noun هست. خب common noun چی هست که ما میتونیم برای تمام اعضای گروه این نام استفاده بکنیم. مثلا student، برای تمام شاگردان ما شما میتونیم از کدام کلمه استفاده کنیم؟ از student. تمام شاگردان میتونیم بگوییم student. اوکی؟ یا مثلا تمام معلمین میتونیم بگوییم teachers. تمام دکترها رو میتونیم بگوییم doctors. اوکی؟ اینا نام های عام هستند. خب نوع سومش هست به نام concrete noun که وجود خارجی داشته باشه، ما او را بتونیم لمس بکنیم و ببینیم. میشه مثلا مثل marker در دست ما هست، میشه یک مثالش concrete noun یا marker، یا مثلا whiteboard یا تلفن، stand. خب نوع چهارمش abstract noun به معنی اسم ذات، یعنی وجود خارجی نداشته باشد. مثلا مثل laugh، یا میگیم honesty، sadness. اینا اسم های abstract هستن که وجود خارجی ندارن اما noun هستن. نوع پنجم اسم به نام collective noun هستن. به نام collective noun اسم های جمعی چه قسم هست که اینا در شکل مفرد هست اما معنی اینها جمع هستن. مثلا مثل group شکلش مفرد هست اما معنیش جمع هست. یا مثلا میتونیم بگوییم تیم یا تیم همچنان معنیش جمع هست و در ظاهر کلمه مفرد هست. نوع دیگه اسم به نام countable noun هست که در اکثریت شما میفهمید.
countable nouns، اسمهای قابل شمارش. خب اسمهای قابل شمارش چی هست؟ هر چیزی که قابل شمارش باشه، مثلا تخته میشه که هم concrete noun باشه از جمله اسمهایی که وجود خارجی داره، هم میشه که countable noun باشه به خاطر اینکه قابل شمارش هست، یک تا تخته. یا مثلا مارکر هم میشه concrete noun باشه، همزمان هم میشه که از جمله countable noun باشه چون قابل شمارش هست، یک تا مارکر، دو تا مارکر. ما یک مثالش میدیم، مثلا باز هم میتونیم بگیم مارکر یا مارکر. این میشه هم countable noun باشه هم concrete noun باشه. و نون بعدی که زیاد مهم هست uncountable noun هست. uncountable noun یا non-countable noun یعنی اسمای غیر قابل شمارش، مثلا مثل sugar، بوران، بین، لوبیا، یا مثلا مثل milk، شیر، water، آب. اینا قابل شمارش نیستن، اما با یک طریقه دیگه ما اینا رو میتونیم که قابل شمارش بسازیم. اگر مثلا بگویم که یک گلاس آب میشه که اسم قابل شمارش شود یک گلاس آب، یا مثلا یک کیلو بوران. میتونیم از non-countable noun و countable noun هم تبدیل کنیم. خب یک non-countable noun مثال داشته باشیم، مثلا مثل sugar، بوران. خب انواع اسم هم ما شما خواندیم که proper noun اسمهای خاص که مربوط همون یک شخص میشه، مربوط همون یک جای میشه، مربوط همون یک شی میشه، مربوط کسی دیگه ای نمیشه، منحصر به فرد هستن. اینا اسمهای common noun یا مثلا اسمهای عام که ما میتونیم برای گروهی از آنها میتونیم عین noun را یا عین اسم را خطاب بکنیم، مثلا مثل سیری. برای تمام شهرهای تمام کشورها میتونیم بگوییم که فقط نام شهر بگیریم، بعد میتونیم بگوییم ما شما سیری کلمه عام هست یا اسم عام هستن، student اسم عام هست. بعضی انواع دیگه که گفتیم concrete noun اسمایی که وجود خارجی داشته باشن، مثلا مثل marker یا همین whiteboard یا the wall. اوکی، اینا میشه که اسمهای concrete باشن. abstract noun اسمهایی که وجود خارجی نداشته باشه، مثلا مثل love، honesty. پنجمش collective noun اسمهای جمعی هستن که در collective noun اینا در شکل مفرد و در معنی جمع هستن، مثلا مثل گروپ و تیم. و ششمش هم countable noun ها اسمهای قابل شمارش هستن که شبیه concrete noun اینا وجود خارجی دارن، اما با تفاوت ای که countable noun اینا رو میگیم که اینا قابل شمارش هستن. خب مثلا مثل marker یا مثلا همین whiteboard یا the telephone stand or something else that we can count it. هفتمش هم هست به نام uncountable noun اسمهای غیر قابل شمارش یا میتونیم بگیم که non-countable noun. آردوش درست هستن. non-countable noun مثلا مثل sugar که قابل شمارش نیستن، اما یک راه وجود داره که ما اسمهای غیر قابل شمارش با شمارش تبدیل بکنیم، یا مثلا بگیم یک بوتل، مثلا a bottle of water یا a glass of water یا a pocket of tea، یا مثلا میتونیم بگیم که a kilo of sugar. اینا را اگر ما شما اضافه بکنیم در اسمها میتونیم که اسمهای غیر قابل شمارش رو به اسمهای قابل شمارش هم تبدیل بکنیم. خیلی خوب، این بود تمام انواع اسمهای ضروری که ما شما در زندگی روزمره از آنها استفاده میکنیم. امیدوار هستم که این درس یا این موضوع گرامری هم براتون مفید تمام شده باشه و خودتان هم میتونید پیش‌خوری را تمرین بکنین و انواع اسمهای متفاوتی که در اطراف شما هستن آنها را نام بردن و کوشش کنین که آنها را تشخیص بدین که کدام نوع اسم هستن. موفق باشید.